بسم الله الرحمن الرحیم. محمد طهماسب هستم، فعال در حوزه تولید، بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی. با توجه به سابقه تولیدات محصولات گلخانه‌ای و عرضه اونها در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی بر اساس استانداردهای بهداشتی بین‌المللی و استانداردهای غذایی جهان که ابلاغ میشه و برنامه‌ریزی میشه براش، ما یک سری نیازهایی رو در بستر بسته‌بندی احساس کردیم و اون نیازها سلامت محور بودن محصولات تولیدی ما رو هدف میگیره و برای ایجاد یک بستر مناسب در راستای تولید محصول سلامت محور دست نیازمون رو به سمت شرکت‌های دانش بنیان دراز کردیم و اونا هم پذیرفتن، در کنار ما قرار گرفتن و هدف اصلی ما رو نشانه گیری کردن و به سمتش رفتن و دستگاهی که امروز ما در مجموعمون داریم ازش به عنوان یک دستگاه مدرن و اقتصادی استفاده میکنیم در راستای مبارزه با آفات، اسپورها، قارچها و فعالسازی بعضی از ویتامین ها به علت برداشت زودهنگام محصول که نیاز غذایی بشریت هستش استفاده کردیم. خوشبختانه فیدبک ها و نتیجه های خیلی خوبی رو از این محصول به دست آوردیم. یک سری محصولات کشاورزی هستن که خب درگیری بیشتری با آفات دارن با توجه به شرایط تولیدیشون و ماندگاری اونا، یعنی انباروانی اونا از اهمیت بالایی، بسیار بالایی برخورداره. مثال اگر بخوام به عنوان نمونه محصولات رو معرفی کنم، توت فرنگی. ما بهترین بازارهای صادراتی رو برای توت فرنگی داریم، منتها مشکل انبارمانی توت فرنگی داریم، یعنی زمان صادراتی و طول زمانی که صرف میشه برای صادراتش چون زیاده از ماندگاری خوبی برخوردار نمیشد توت فرنگی. خوشبختانه با این تکنولوژی اومدیم بدون اینکه در ساختار و فیزیک محصول تغییری ایجاد کنیم یا از محلول یا نگهدارنده‌ای بخوایم استفاده کنیم، با این تکنولوژی تونستیم عمر انبارمانی محصول افزایش بدیم، یعنی از حداقل یک هفته تا 20 الی 25 روز تونستیم برای توت فرنگی اینو به ارمغان بیاریم. گوجه فرنگی خودش بحث انبارمانیش خیلی خیلی مهمه در صادرات. ما برای اینکه بتونیم عمر بیشتری برای گوجه فرنگی ایجاد کنیم دوباره از این تکنولوژی استفاده کردیم، یعنی حداقل تا 30 روز 35 روز میشه گوجه فرنگی رو با همون کیفیت حفظش کرد. و برای محصولات دیگه مثل قارچ ما یک تکنولوژی خاصی در دنیا داره مصرف میشه، چون قارچ یک ویتامین دی داره که از واجبات غذایی بشر هست و انسان کاملا بهش نیازمنده. با این تکنولوژی میشه فعال کرد ویتامین دی قارچ رو زودتر و عمر انبارمانیش رو افزایش داد برای صادرات و خوشبختانه ما در صادرات نتایج خیلی خوبی از این ارائه داشتیم و تمایل خیلی زیادی به سمتمون اومده برای خرید بیشتر. ممنونم، تشکر.